سر صحبتم با شما ورزشکاراست. آیا میدونستید یک نوشابه انرژیزا میتونه سطح کاتکولامین ها و ضربان قلب شما رو ظرف چند دقیقه سر به فلک ببره؟ ورزشکارها هم از این اثر مسئول نیستند. مطالعات علمی و جدید نشون داده که مصرف بیش از یک نوشابه انرژیزا در روز باعث افزایش ضربان قلب یعنی تاکیکاردی، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و تغییرات لحظه‌ای در ریتم قلب یعنی آریتمی میشه. کافئین و تائورین موجود در این نوشابه‌ها فعالیت سیستم سمپاتیک رو تحریک میکنن که حتی در ورزشکارانی با برونده قلبی بالا و ورزش‌های مداوم میتونه باعث خستگی زودهنگام عضلات قلب و اختلال در ریکاوری فرد بشه. نکته جالب اینه که ورزشکاران به دلیل هایپرتروفی قلبی تمرینی و سازگاری سیستم قلبی عروقی ممکنه اثرات مخرب رو کمتر احساس کنن، اما این باعث میشه که خطر پنهان آریتمی‌های لحظه‌ای و نوسانات فشار خون رو نادیده بگیرن. به عبارت دیگه قلب شما ممکنه بگه من مشکلی ندارم اما واقعیت متفاوت باشه. راه حل علمی چیه؟ اینه که محدود بکنیم مصرفشو یا جایگزین‌های طبیعی پیش از تمرین مثل آب، موز یا نوشیدنی‌های الکترولیت دار استفاده کنیم. اگر تجربه از تپش قلب غیر طبیعی یا سرگیجه پس از نوشابه‌های انرژیزا داشتی، اونو برام کامنت کن و به اشتراک بذار تا تو ویدیوهای بعدی بتونیم اونو تحلیلش بکنیم.